5 تا فیلمی که بعد دیدنشون به این فکر میکنی که من چی دیدم. فیلم همزمانی، چند تا دوست که یه مهمونی ساده گرفتن، یهو برقا میره ولی خونه بغلی برق داره، میرن ببینن چه خبره، اما یه اتفاق میفته که کل زندگیشون رو تغییر میده. این فیلم به ثابت میکنه که یه تصمیم کوچیک میتونه کل دنیا رو تغییر بده. فیلم بازی، تصور کن یکی بیاد یه بازی بهت پیشنهاد بده که قرار خیلی هیجان انگیز باشه. بعد شروع بازی یهو فکر میکنی که همه چی واقعی به نظر میرسه، نمیدونی کی دوستته کی دشمنت، نمیدونی این بازی کی تموم میشه، آیا اصلا تموم میشه یا نه. فیلم مثلث، یه گروه سوار یه قایق میشن، وسط دریا به یه کشتی متروکه میرسن، وارد کشتی میشن، اونجاست که گیر میافتن تو چرخه‌ای که هیچ راه فراری نداره، هر چقدر جلوتر که میرن بیشتر گیج میشن. فیلم فانوس دریایی، دو مرد توی یه فانوس دریایی تنها گیر افتادن، اما انگار کم کم دارن دیوونه میشن یا اصلا از اول دیوونه بودن. این فیلم جوری مغز تو درگیر میکنه که تو هم فکر میکنی کم کم داری دیوونه میشی. فیلم دشمن، تصور کن تو فیلمی که قبلا ندیدی یه نفر دقیقاً شبیه خودتو ببینی، میری دنبالش و باهاش آشنا میشی، اما یه چیزای جور در نمیاد. این فیلم جوریه که میشینی و ساعت‌ها در موردش فکر میکنی. اگه این فیلم‌ها رو دیدی و مغزت سود کشیده، تو کامنت ها بهم بگو کدوم یکی بدجوری ذهنتو درگیر کرد.